اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا اینجا دوستان با تاریخچه فلسفه و فیلسوفان آشنا شدند. البته به طور مختصر، ما مجال نداریم در اینجا به تفصیل تاریخ فلسفه را مطرح کنیم، چون غرض هدف ما بیان مسائل فلسفی است، آشنایی با خود فلسفه است، با فن فلسفه است، نه تاریخچه است. اما دو سه جلسه قبلی را اختصاص دادیم به تاریخچه، به این خاطر که گفتیم یک آشنایی مختصر برای آشنایی با مسائل فلسفی کمک خواهد کرد. اما از این به بعد ما درباره اینکه مسائل فلسفه کدام است، به عبارت دیگر فلسفه درباره چه چیزی بحث میکند، موضوع فلسفه چیست، هدفش چیست، روش تحقیق، روش اثبات مسئله های فلسفی کدام است، بحث خواهیم کرد. نکته قابل شایسته تذکر یادآوری در ابتدای این جلسه این است که اگر یادتان باشد گفتیم که واژه فلسفه در قدیم به همه علوم اطلاق میشد، به همه علوم حقیقی. امروز وضعش تغییر کرده است. حالا اول یک سری بزنیم به قدیم چون لازم است، بعد برمیگردیم. در قدیم، در زمان ارسطو، علوم گفتیم که به همه علوم گفته میشد فلسفه، علوم حقیقی، و تقسیم میشدند به علوم نظری و عملی. علوم نظری مثل چی؟ طبیعیات که شامل گیاه شناسی بود، حیوان شناسی بود، معدن شناسی بود. بعد از آن می آمد علم الهیات که در آن با احکام کلی هستی بحث می شد. بعد از آن ریاضیات می آمد. این در علوم نظری. اما در علوم عملی با علم‌های چون اخلاق، تدبیر منزل و سیاست می پرداختند. به همه اینها گفته می شد فلسفه. اما بعد از ظهور مکتب پوزیتیویسم در غرب در اوایل قرن 19 میلادی وضع تغییر کرد. پوزیتیویست ها آمدند و گفتند که هر آنچه که به واسطه حس و تجربه قابل اثبات باشد، نام آن می شود علم. اما هر چیزی که با واسطه حس و تجربه اثبات نشود دیگه این علم نیست. بنابراین آمدند حساب علم طبیعیات، حالا گیاه شناسی، جانور شناسی، فیزیک، شیمی، اینها را از حساب فرض کنید الهیات جدا کردند. چرا؟ زیرا که گفتند در الهیات که با درباره احکام کلی هستی بحث می شود، دیگه روش تحقیق در آنجا حس و تجربه نیست. حس و تجربه دستش کوتاه است، بنابراین از اون علم نیست گفتند. خب ریاضیات هم گفتند علم است که موضوعش عدد و ایناست. بعد از این دیگر وضعیت از این قرار شد که به هر آنچه که خب روش تحقیقش، مسائلش با حس و تجربه اثبات شود، نام علم به آن گذاشته شد. اما
الهیات که همون فلسفه امروزی ما هست که بحث میکنیم و در دیگر دانشگاه ها که امروز از فلسفه بحث میکنند، مرادشان دیگر همون علم است که موضوعش هستی است و چون مسائلی هستی مربوط به هستی با حس و تجربه اثبات پذیر نیستند، دیگه اینها علم حسابیده نمیشوند. البته علم حسابیده نمیشوند به این معنا نیست که اینها عرضم حضورتان چنان باشند که ما با آنها قطع و یقین حاصل نشود برای انسان. نه، یک قرارداد است که پوزیتیویست ها اینا گذاشتند و دیگر رواج پیدا کرد و در کشورهای ما و دیگر حتی کشورهای شرقی هم همون تقسیم بندی لحاظ شده است. این از یک طرف. مسئله دیگر این است، وقتی میگوییم یک علم، مثلا علم فیزیک، علم شیمی، علم متماتیکا، علم نمیدونم تاریخ، جغرافیا، مراد چیست؟ منظور این است که مراد از علم در اینجا یک سلسله مسائل است که این مسئله ها با هم ارتباط دارند، مرتبط هستند، مناسبت دارند، مناسبت بین اینها دیده می شود. مثلا مسئله هایی که در فیزیک مطرح است، این مسئله ها به هم نزدیکند، به همین خاطر همه این مسئله ها رو زیر چتری علمی فیزیک قرار دادند. اما مسئله های مثلا علمی تاریخ سینخش از مسائل علمی فیزیک جداست، آن در یک علمی دیگر که اسمش علمی تاریخ است آموخته می شود. علم ها به همین صورت از هم جدا شدند. خب این یک دوم مسئله. مسئله سوم این است که حالا ببینیم فلسفه درباره چه چیزی بحث میکند. دقت کنید. من با بهترین روشی تفهیم فهمانیدن این مسئله مثال زدن است که باز با مثال زدن انشاءالله به ذهنی دوستان نزدیک میکنم بحث را. فرض کنید در علم فیزیک درباره خاصیت‌های طبیعت بحث میکنند، یا در علم گیاهشناسی درباره آثار و احکام گیاه‌ها، نباتات بحث میکنند. البته امروز شاخه یک علم خودش تقسیم شده است به علم‌های متعدد گوناگون. خود گیاهشناسی امروز چند بخش دارد، یا خود جانورشناسی امروز تقسیم شده است به فرض کنیدتان هر حیوان یک علم اختصاص یافته است امروز. خب اگر در علمی فرض کنید ما علمی داریم به نام علمی فرض بفرمایید گوسفند شناسی. در این علم خب گوسفند شناسان سر و کارشان با چه چیز است؟ موضوع آنها فقط گوسفند است. درباره ویژگی های مثلا گوسفند بحث میکنند. یا یک علمی هست گاوشناسی. حالا مثال میزنم. سر و کار گاوشناسان چیست؟ این است که درباره ویژگی ها و خاصیت های موجود حیوانی به نام گاو بحث میکنند. خب و همچنین فرض کنید علمی سگشناسی و غیره و هاکذا. هر یک از این شاخه ها درباره احکام و آثار همون حیوانی معین بحث میکنند. خب اما اگر ما یک آثار و احکام داریم که
مخصوص یک حیوانی مشخص نیست، مخصوصی تمام حیوان است. آیا ما علم داریم که متکفل عهده‌داری بیانی اثبات این مسائل باشد؟ یعنی بحث های را درگیری بحث هایی باشد که مخصوصی همه حیوانات است؟ آره، همون علمی حیوان شناسی است. در فرق علمی حیوان شناسی مثلا با گوسفند شناسی یا گاو شناسی در این است که در علم گاو شناسی فقط درباره احکام گاوها بحث میکنند، در علم گوسفند شناسی فقط درباره گوسفندها بحث میکنند. اما در علم حیوان شناسی آن احکام و آثار بحث می شود که مخصوصی همه حیوان هاست. قطع نظر از اینکه وای حیوان آیا گوسفند است، گاو است، سگ است، گربه است، کاری ندارند. خب اینو داشته باشین. پس ما علمی داریم به نام حیوان شناسی که این علم عهده‌داری بیانی یا اثباتی درگیری بحث مسائل است که مخصوصی همه حیوان هست. بالاتر می رویم. جسم. وقتی ما میگوییم جسم، این جسم میتواند نبات باشد، گیاه باشد، حیوان باشد. درست؟ خب اگر جسم از آن نظر که جسم است یک احکام ویژه‌ای داشته باشد، قطع نظر از اینکه آن جسم آیا نبات است یا حیوان است، جسم از آن نظر که جسم است یک سلسله احکام و آثار دارد. جای بحث این کجاست؟ نبات شناسی که نیست، چون این احکام مخصوصی همه اجسام است، جسم هاست. جایش هم که حیوان شناسی نیست، زیرا حیوان شناسی فقط همون احکام و آثار دربارش بحث میکند که مخصوصی حیوانات است. برای این هم یک علمی قرار دادند به نام فرض کنید جسم شناسی. باز بالاتر می رویم. ماده که میگوییم این هم جسم را در بر دارد. جسم هم که میگوییم دیگر هم به نبات و گیاه و حیوان تقسیم می شود. اگر ما احکام و آثاری داشته باشیم که مخصوصی فقط گیاه نیست، مخصوصی فقط حیوان نیست، بلکه مخصوصی همه چیزهایی که زیر چتر جسم قرار میگیرند باشد، آیا علمی هست؟ خب حالا ظاهر باید باشد. متوجه هستید؟ باز بالاتر میره. موجود، هستی. وقتی ما میگیم موجود، این موجودی ما شامل همه چیزهایی است که وجود دارند. حالا این چه حیوان باشد، چه نبات باشد، چه انسان باشد، هر چی که لباس هستی بر تن کرده است اون می شود چی؟ موجود. و فرض را هم بر این بگیرید که ما یک سلسله احکام و آثار داریم که مخصوصی موجود است. کدام علم است که عهده‌داری بیان این احکام و آثار است؟ اینجاست که فلسفه میگوید این منم. متوجه هستید؟